من دو به نومه ایلول نومه ایلول میگه انی لدودی و دودی لی، من به داییم داییم به من. چرا خدا را میگیم دایی؟ در شیر شیریم خدا مرا میدونه جفت زن این نخل یفر رایتی، خدا مرا میگه خانم خیلی مقبولی، بله خدا مرا میگه زن، باز به خدا میگیم شوهر مایی. ما به خدا نمیگیم شوهر مایی، میگیم شما دایی مایی. چرا؟ یا به خدا بگیم آبی میگیم دودی میشه دایی یا عمو. تو افرید فرق نمیکنه دایی عمو، فقط به فارسی میگن. چرا خدا را نمیگیم شیراشیریم؟ چرا نمیگه پدرمون آبینو ملکن و آبینو آتا میگیم ای خدا شما پدرمون؟ شیراشیر میگه دایی. فرق میکنه از دایی به پدر. چی فرق میکنه؟ پدر راهنمایی آدم میکنه، از وقتا هم سیلی هم میزنه بهش، در کنی بس بزنه، سیلی میزنه، گوشمالی میکنه. دایی هیچ وقت اینجوری کارا نمیکنه. فقط دایی ناز میکنه، ماچ میکنه، گیف میاره، اول نصیحت دایی نمیکنه. به زن حتما نمیکنه. برای ما به خدا میگیم ای خدا شما دایی مایی، ما برای این نومه میگیم همه چی میخوایی میکنی، فقط به خوبی میکنی، به سلامتی بکنی، به تندیسی بکنی، نه جفت پدران سیلی از وقتا میزنی اونا نمیخوایی. برای میگیم به خدا انیل دودی و دودی. نومه ایرو چی باید آدم بکنه؟ باز خودشو چک بکنه. هستن میسوزا رو چک میکنن، تفیلین رو چک میکنن، مطباقا چی میکنیم چی نمیکنیم اینا رو میکنیم. معنیش میشه باز رای غلطیمونه آدم سر بده. به وقتی آدم یک چیزی به عادت کرده نمیخواد سر بده. میگه یک روزی میدونین آدم ها دوست دارن تریپ بکنن برای کوه بدوون میرن، یکی بالا کوه میدوون تاریک میشه، شب میشه، میلیغزه از کوه میفته، واو میفته پایین. خدایی یک رسمون میدونه، یک رسمونه، این رسمون هم میچسبه. حالا تو تاریکی نمیدونی چقدر گودیه، میترسه شب تاریک چیکار بکنه، چجوری بیاد رسمون. میگه ای خدا ببین من به این خیلی نزدیکم، برید میله 8 روزه، هنوزم بچه کوچیک 8 روزه منو برید میله کردن، با میسا رفتم داراش کردم، تورا خوندم، شما اسرائیل یادم از بعد، خدا من نجات بده. ببین من بندو به آسمانم، بندو به زمین، شبم تاریکه، چقدر میتونم قوت اینا بچسبم. صدا میاد از آسمان، انوخی هاشم روی خواه، حتما من پدران تم رسمونه سر بده. میخوای نجات؟ رسمونه سر بده. رسمونه سر میدین یا نمیدین؟ نه نه خدا میگه، خدا میگه عقلمان دیگه نمیدین. این میچسبه فردسه به اینا میافن، از سرمایی این فوت میکنه میمیره. اولی از 1.5 متر از به زمین بوده. اگر سر میدادیم نجات میکشیدیم، اما در عقلمون نمیکشیم، نمیبینیم نجات ها به چشم ما نمیبینیم، اطمینان ندیم به خدا. نمای الول پس اطمینان بدیم به خدا. پس بدونیم خدا میگه خودمون رو چک بکنیم، عوض بکنیم، یک چیز خوب بگیریم. چیزی از همان خوبتر خدا دوست داره چیه؟ شالومی. شالومی وقتی با هم باشیم با این خنچم ایسه خدا که من تورا رو به یکومی ایسه داد، وقتی در تورا میگه با این خنچم ایسه دیگه همه دل هم به هم بودن. تو اسرائیل خیلی سخت 2 نفر به یک فکر باشن. برای این در تفیلین نگاه بکنین، تفیلین من 4 بخشه. معنیش چیه؟ به کله میتونه هر کسی یک جور دیگه فکر کنی. اول دست توش یک کلافه، چون میگه وقتی میخوایم یک چیزی بکنیم باز با هم یک چیزی بکنیم. با هم. یک دقیقه دیگه بیتون بگم سوال میکنن خدا ما رو دوست داره یا نه دوست نداره؟ از کجا میدونی؟ هر روز در تفیلین میگیم احواد علم افتنو، میگیم ای خدا ما رو چقدر دوست داری؟ بروخ اتا هشم اوهب مویسه برخم میگیم بروخ اتا هشم اوهب. ای خدا شما رو ما قوم اسرائیل دوست داریم. اگر خدا ما دوست داره چرا روش هاشانه را داد بعدش کیپور را داد؟ روش هاشانه اول خدا ما را چی میکنه؟ میشپاد میکنه، دین میکنه،
را می‌نویسه، بعدش کیپور میده، ابونا را کفاره میکنه. چرا خدا پیش از این کیپور نداد ابونا را کفاره بکنه؟ ها میپسندی؟ ها هلی ابونا را کفاره بکنه، سفید باشیم، بعدش روشنشانه بیاییم، وقتی روشنشانه اومدیم همه را در کتاب خوبی می‌نویسه. چرا برعکس کرد خدا؟ اول روشنشانه رو میده، همه در دروازه تو دفترش می‌نویسه، بعدش کیپور میگه همه ابونا کفاره شد. چرا؟ به خاطر اینجوری نمیشه. آدم بیاد اول تو کیپور از میندو کار خودشا گوش کنه بیاد در کلیسا کیپور رو نمیفهمیم چیه، معنی کیپور رو نمیفهمیم، قدر کیپور رو نمیدونیم. چرا؟ میگه وقتی خدا همین روشنایی میده صبحی، هر کسی شب بیدار بمونه، ببین روشنایی یواش یواش میاد، روشن یواش یواش تا میندو به روز روشناییه. آدم عادت نداره به یک دقیقه روشنایی بیاد. روشنایی کیپور را به یک دقیقه بتونیم بگیریم نمیتونیم. خدا یک چیزی درست کرده، اول الو 30 روز پاشو شفاعت بزن، خدا چک بکن، روششانه 2 روزه بیا، بعدش 10 روز میندو به روششانه کیپور. وقتی اومدیم کیپور، قدر کیپور را میدونیم. اگر قدر کیپور را بدونیم، همون دقیقه کیپور منتونه همه ابونمون کفاره بشه. اول اگر خدا میداد کیپور را پیش از روششانه، هیچ کسی نمیاد جفتی یه روز شبت خب شبت 10 ساعت میم تفیله، روز کیپور 4 ساعت موندیم، نصف روز موندیم، یک روز موندیم. اول کیپور را معنیش نمیدونیم. معنی کیپور چیه؟ رابطه میگن اریه شاگ میلو ایرک، اریه یعنی لیون شاگ. خیلی نزدیک زوان از لیون نمیترسن، چرا تو قفسه. ما امروز هم میدونیم شکی همه چی کی میخواد لحظه بچوبه بر کی الو بر اینا در یشیوه خوندن، در اینای داتیا ما کیپور نیست. اریه الف ایلول، رش روششانه، یود کیپور، هی روشنه ربا. اگر همه اینا را قدرش بدونیم، حتما به سمخت تورا میرسیم. خود سمخت تورا بر هممون باشه. خدا هممون کتیبه و ختیمه توبه به خیر توبه موشنا. امین و امین.